100 تا 120 تومن پول دارم، چه ماشینی میتونم بخرم؟ با 90 تومن میتونی یه سراتو سایپایی صفر خشک بخری و 10 تومن دیگه شو یه هفته 10 روز بری اروپا اشغال کنی. با 130 تومن میتونی یه سوزوکی صفر خشک بخری و لذتشو ببری. حالا تو چی میتونی بدی؟ 100 تا 120 تومن من میتونم بهت یه پراید 77 78 بدم، چند لکه رنگ، و یا اصلا ماشین نخری بری کلا آنتالیا لذتشو ببری. حالا اگه 200 بذارم روش بکنم این 300 تومن، با 300 تومن چه ماشینی میتونم بخرم؟ 300 تومن میتونی یه لند کروز 2013 درجه 1 آنتیک بخری و لذتشو ببری، و یا 270 تومن بدی یه پرادو 2 در بخری، بقیه پولش هم بری یه ماه دور اروپا. حالا تو چیکار میتونی بکنی با این پول؟ با 300 تومن من میتونم یه 206 85 6 بهت بدم، یه چند لکه رنگ فنیش هم سالمه، اتفاقا رنگ کله قاضی و یا نکمه دادی، و یا کلا اصلا بیخیال ماشین شی. با 300 تومن 3 نفر با هم برین دبی، این 300 تومن خرج کن. حالا اگه بخوام خیلی هزینه کنم 800 تومن برای ماشین بذارم، چی میتونم بگیرم؟ یه پورشه کاین درجه 1 میتونی بخری که شاید یه سال کار کرده باشه، و یا یه لند کروز میتونی بخری، بقیه پولش هم 2 تا خونه 200 متری تو بهترین نقطه آمل میتونی بخری. حالا تو چی میتونی بدی؟ با 800 تومن نهایتش میتونی یه 207 دنده‌ای بخری و یا سانرو 2 لکه رنگ مدل 95 اتومات بخری، یا یه 207 98 اتومات بخری، یا کلا بیخیال همشون شی 10 روز بری یه کشور فرانسه اشغال کنی و تمام.